من از ایران، از تهران اومدم. قبلا تو تلویزیون دیده بودم این مشعل برای نوروز که روشن میکنن اینجا. جالب بود برام. بعد دوستامون اینجا آکره بودن که میدونستم تو آکره این مراسم هست. باشون صحبت کردیم بیایم اینجا ببینیم، از نزدیک ببینیم چجوریه. جایی که ظاهرا جای خیلی خوب و متمایزی با جای دیگه هست. حالا ان شاء الله ببینیم چجوریه. افریقا از دفعه دوی که آدمه با اوه بما سر کلا آکره و سفره که بین مبیره و من گله جای گلی بی کلا آکره یا بنابودنگه از حاتم راستی جایی که خوشه، جایی که سیاحیه، جایی که یعنی بیشن یه تراثیه بوما جایی که فخر و شنازیه ما اف جهدیدی